یکی از مسائلی که در کار کردن با ابر نقاط هست این هست که شما وقتی میخواهید بر روی یک قطعه اسکن شده کار کنید ممکن هست که اون قطعه در اختیار شما نباشه و بخواین فاصله و ابعاد رو از روی مدل بردارین. توی کتیا وقتی که فایلی رو به صورت STL وارد میکنین به این شکل به رنگ قهوه‌ای و به صورت مشبندی نشون داده میشه. ماهیت این قطعه هم ابر نقاط هست ولی به صورت مش که مثلث‌های کوچک به هم پیوسته هستند نمایش داده میشه. خب هر کدوم این سطح خودش شامل شاید میلیون ها مثلث باشه که به هم متصل شدن تا مدل قطعه رو به شما نشون بدن و به صورت نقطه به نقطه نیستن. وقتی که شما میخوایید مثلا فاصله این لبه تا این لبه رو اندازه بگیرین، خب به طوری که مثلا ابعاد این فاصله و این سطح رو پیدا کنین، شما میتونین بر روی مدل 2 نقطه قرار بدین و فاصله اون 2 نقطه رو بگیرین. اگر این قطعه در دسترس شما بود و شما دسترسی به خود قطعه داشتین، قطعا از کولیس برای اندازه گرفتن این 2 فاصله استفاده میکردین، به این صورت که چون این سطحی صاف هست و این یکی سطح هم سطحی صاف هست، شما سطح کولیس لبه کولیس رو یک سطحش رو بر روی این قسمت قرار میدادیم و لبه دیگر رو بر این قسمت و فاصله رو اندازه میگرفتیم. خب الان اینجا هم میتونید همچین کاری بکنید، یعنی بیاین به جای کولیس یه نقطه روی این سطح و یه نقطه روی این سطح قرار بدین. اما این نقطه رو چجوری باید بر روی مش قرار بدین؟ به این صورت که اول باید یه نقطه رو بر روی این سطح قرار بدین و نقطه بعدی رو باز بر روی این یکی سطح مش و متناسب با مکان اون نقطه قرار بدین، چون میخواین دقیقا نقطه روبروش باشه تا بتونین اندازه رو درست بخونین، یعنی فاصله عمودی رو به شکلی صحیح بخونین. پس اولین کاری که میکنین این هستش که بر روی این سطح، حالا هر کجاش که میخواین، یک نقطه رو قرار بدین. برای این کار به محیط GSD میریم، دستور پوینت رو اجرا میکنیم. خب گزینه‌ای که باید انتخاب کنیم گزینه کوردینیت هست. وقتی گزینه کوردینیت باشه، مش خاصیت این رو داره که شما نقطه رو بر روی مش قرار بدین. مثلا توی این نقطه کلیک میکنیم و اوکی رو میزنیم. الان این نقطه بر روی این سطح مش قرار گرفته. حالا از کجا مطمئن بشیم که این نقطه بر روی این سطح هست؟ میاییم تو محیط دیجیتایز مجددا و با دستور دیوییشن آنالیز اول تو این قسمت مش رو انتخاب میکنیم، بعد نقطه رو انتخاب میکنیم و اپلای رو میزنیم. وقتی اپلای رو میزنیم یه سری خصوصیاتی به ما میده، در واقع نشون میده که این نقطه با مش هیچ فاصله ای نداره، چون تمام عددها صفر هست، یعنی این نقطه کاملا منطبق بر روی این مش هست. اوکی رو میزنیم. حالا این اینجا تایید میشه ولی میتونیم حذفش بکنیم چون بهش احتیاجی نداریم. خب نقطه بعدی رو میخواییم روی این سطح انتخاب کنیم، بنابراین دستور پوینت رو دوباره اجرا میکنیم و این سطح رو انتخاب میکنیم.
خب دوباره این نقطه قرار گرفت، ولی چیزی که ما میخواییم این هستش که این نقطه نسبت به این نقطه سنجیده بشه. در نتیجه نقطه قبلی رو به عنوان رفرنس انتخاب میکنیم. اوکی رو میزنیم، ولی چیزی که میخواییم ببینیم این هستش که این نقطه چه مشخصاتی داشت. خب ایکس این نقطه به این صورت هست، ایگرگش به این صورت و زدش به این صورت. خب در راستای به محورها هم توجه میکنیم. الان این راستای محور ایکس هست، این راستای محور ایگرگ. خب ما ایگرگ رو تغییر نمیدیم، به خاطر اینکه ایگرگ دقیقاً فاصله‌ای هستش که بر روی این محور و باید همونی باشه که خود این دستور وقتی که نقطه رو بر روی این سطح مش قرار دادیم خودش این فاصله رو تشخیص داده. پس این رو اوکی میکنیم. خب همینجا فاصله ایگرگ به ما داده شد، یعنی فاصله‌ای که ما میخواستیم، ولی برای اینکه ببینید الان دوباره کلیک میکنم روش، منفی 117-41 فاصله بین این دو نقطه هستش. خب توی مرحله بعدی توی محیط دیجیتایز میخوایم امتحان کنیم ببینیم که این نقطه بر روی مش هست یا مثلا چقدر اختلاف با مش داره و چقدر منطبق هست و به چه میزان تولرانس داره. بعد دستور دیوییشن آنالیز رو اجرا میکنیم، مش رو انتخاب میکنیم و این نقطه رو انتخاب میکنیم، اپلای رو میزنیم و فاصله این نقطه از مش رو به ما نشون میده. خب حدود این در بیشترین حالت به اندازه 0.3 اختلاف وجود داره، یعنی به اندازه 0.3 خطا هستش که این نقطه بر روی این سطح قرار نگرفته. خب این میزان رو میتونین حالا در نظر بگیرین که به اندازه 0.3 روی سطح نیست و یه اختلافی با این سطح مش به اندازه 0.3 وجود داره که اگر میتونین از این چشم پوشی کنین که چشم پوشی میکنین، ولی اگر نمیتونین این عدد رو به خاطر داشته باشین و از ابعادی که به دست میارین کم و زیاد کنین تا ابعاد واقعی به دست بیاد. خب این رو کنسل میزنم و میام از ابزارهای پایین صفحه گزینه اندازه‌گیری بین دو موضوع رو انتخاب میکنم. اینجا هم من
فقط نقطه به نقطه رو انتخاب کردم، پوینت آنلی. میام نقطه اول رو انتخاب میکنم که تو این حالتی که گذاشتم فقط نقطه ها قابل انتخاب هستن، یعنی فیلترم رو بر اساس نقطه کردم. دومین نقطه رو انتخاب میکنم و این فاصله به من داده میشه. خب به اندازه 117.43 این دوتا نقطه فاصله عمودیشون هست. یعنی در واقع من اومدم میزان ابعاد فاصله بین این سطح و این سطح رو اندازه گرفتم. خب این همون کاری هستش که کولیس انجام میده. برای اینکه زاویه این سطح رو با این سطح بگیریم، برای نیاز داریم که روی این دو تا پاره خط داشته باشیم که زاویه اون دو تا پاره خط رو بگیریم. اما برای اینکه به صورت دقیقی این پاره خط رو ترسیم کنیم و به طوری که هر دوی این پاره خط ها بر روی یک لول قرار بگیرن، باید از دستور پلانر سکشنز توی محیط دیجیتایز استفاده کنیم. مشمون رو انتخاب کنیم. با این دستور شما میتونین که یک اسکن یا یک سکشنی رو بر روی مدل ایجاد کنید. این به چه دردی میخوره؟ این انگار مثلا یه تصویری بر روی مش ایجاد میکنه که شما از این خطوط تصویر میتونین استفاده کنین برای کشیدن یا ترسیم کردن پاره خط. خب الان صفحه‌ای که این موازی هستش باش نادرسته. ما در واقع صفحه‌ای میخواییم که با XY موازی باشه. پس میتونیم اون رو تغییر بدیم و موازی با این سطح در نظر بگیریم. خب برای اینکه فاصله این اسکن یا این سکشن رو تعیین کنیم، میتونیم به صورت دستی این رو بکشیم بالا یا اینکه واقعا بهش توی تنظیمات فاصله بدیم. خب ما الان میتونیم به صورت دستی همین کار رو انجام بدیم، چون مکان حدودی رو میخوایم و مکان واقعی قطعی یا دقیق نمیخوایم. همین که این سکشن بر روی این سطح تقاطعی ایجاد کنه برای ما کافی هستش. وقتی که به این مرحله رسیم که این سکشن در محل مناسبی قرار گرفت، میتونیم بر روی اپلای کلیک کنیم تا تثبیت بشه این سکشن و سپس اوکی رو بزنیم. حالا میتونیم روی این پاره خط ترسیم کنیم. از دستور 3D curve میتونین استفاده کنین و یه نقطه از این سکشن رو انتخاب کنین، نقطه بعدی رو هم انتخاب کنین و با 3D curve یک پاره خط بر روی این قسمت ایجاد کنین. حالا میخوایم یه پاره خط دیگه هم بر روی این سطح ایجاد کنیم. دوباره از دستور 3D curve استفاده میکنیم و اینجا یه نقطه و نقطه بعدی رو انتخاب میکنیم، یک پاره خط هم اینجا ایجاد میشه. حالا ما این دوتا پاره خط رو میدونیم که توی یک لول نسبت به صفحه XY هستن. حالا میخوایم زاویه این دوتا پاره خط رو بگیریم. برای اینکه زاویه بین این دوتا خط رو پاره خط رو اندازه بگیریم، از دستور measure between استفاده میکنیم. توی این قسمت این دفعه any geometry برای دو قسمت رو انتخاب میکنیم برای اینکه بتونیم هر چیزی رو انتخاب کنیم. تو گزینه های دیگه چون لاین وجود نداره همون any geometry مناسب هست. اول این رو انتخاب میکنیم، حالا فرقی هم نداره، میتونین این یکی پاره خط رو انتخاب کنیم.
بعد این پاره خط رو انتخاب میکنیم. اون چیزی که ما انتخاب کردیم در واقع فاصله به ما میده، ولی خب ما زاویه این دوتا پاره خط رو میخواییم که توی قسمت انگل زاویه بین این دوتا پاره خط داده شده که حدود 148 ممیز 61 صدم هستش.